بسم الله القاسم الجبارین و بسم الله الرحمن الرحیم. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در 9مین جلسه خود رسیدگی به 2 فقره کیفرخواست صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی تهران را علیه متهمین حاضر در دادگاه ادامه می‌دهد. رسمیت جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید است. بفرمایید بنشینید و مطالبتون رو بیان کنید. خب، متهم ردیف دوم بعد از معرفی خودتون چنانچه مطالبی به عنوان آخرین دفاع دارید بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من در اینجا قصد دفاع از خود و اعمال ننگین خود را ندارم، ولی برای اینکه واقعیت اعمال من مورد بررسی ریاست و اعضای محترم دادگاه اسلامی قرار گیرد، شرح حقیقت را باید گفت، چون به واقعیت انقلاب اسلامی پی برده‌ام. در مورد بند یک کیفرخواست مبنی بر شرکت در شکنجه کردن عده کافی از مبارزان و مجاهدان راه حق و آزادی، من به این عمل معترفم و خود را محکوم می‌دانم. ولی باید عرض کنم من یک کارمند جوان و خامی بودم که در اون زمان که وارد ساواک شدم 22 سال بیشتر نداشتم. در ابتدای ورود در دوره سوم در بخش 311 در دایره اقدام شروع به کار کردم. کار در این قسمت پاسخگویی به فرمایی بود که در مورد استخدام یا ادامه خدمت و یا سایر موارد مربوط به اشخاص میشد و من مسئول آن بودم. طبق روش‌هایی که خود ساواک تهیه کرده بود در مورد این فرما، برای هر شخص متقاضی گزارشی تهیه میشد بر مبنای سوابق موجود در پرونده‌اش و سپس از نظر سلسله مراتب میگذشت و تصویب مینمودند و طبق اون تصویبی که اونا میکردن ما مثلا با ادامه خدمت یا استخدام شخص موافقت یا مخالفت میشد. و من چون در این بخش به طور جدی کار میکردم و پرونده‌های زیادی رو مورد بررسی قرار میدادم و کارم جلوه کرده بود و از طرفی هم ناصری یا همون عزادی و عطارپور یا حسین زاده که در کمیته ریاست و معاونت واحد اطلاعاتی رو داشتن اول، در همین بخشم ناصری رئیس بخش من بود و عطارپور رئیس اداره یکم عملیات بررسی اداره سوم بود که من مستقیما با اونا کار داشتم. و چون اینا کار منو دیدن یه روز به من گفتن برو تو کمیته فردا معرفی کن. و من هم هیچ گونه شناختی از کمیته نداشتم و خودم رو به کمیته معرفی کردم و در اونجا متاسفانه در بخشی به کار مشغول شدم که سربازجوی آن ناصر نوذری یا رسولی بود و سلسله مراتب بعدی هم همونطور که عرض کردم ناصری و عطارپور بود. فضلوی جوانی و نادانی دست به اعمالی زشت و ناشایست و غیر انسانی که در کمیته یک روش محسوب میشد و به دستور سلسله مراتب اکثرا بود انجام میشد و از طرف دیگر جو حاکم در آن زمان و آن محیط مرا آلوده ساخت و در منجلاب کشاند. من که در مقابل این محضر عالی قرار گرفتم شخصی تصمیم گیرنده و آمر نبودم. این اشخاص توسط واحدهای ذی‌نفع دستگیر می‌شدند و برای امر بازجویی به ما تحویل می‌شد. و من چون فردی جدی بودم و وظیفه شناس و خود را به اصطلاح خادم کشور می‌دانستم، نهایت کوشش را انجام دادم و از طرفی همونطور که مستحضر هستید یک متهم در تمام مراحل تحقیق چون در برابر قانون قرار میگیره، منکر هر گونه حقایقی که در رژیم منفور گذشته خلاف قانون قلمداد میشد میگرد و یک مأمور تحقیق برای کشف آن در مقابل افرادی که با اون ایدئولوژی‌های محکم، با اون ایدئولوژی‌های آهنین
که واقعا باید بهشون آفرین گفت و بهشون افتخار کرد، ناچار است که اقدام به خشونت نماید و در این زمان با کمک فردی که از نظر دادگاه شناخته شده است، یعنی حسینی معروف، دست به شکنجه می‌زدیم و با کمال شرمندگی قبول دارم و اعتراف نمودم و با عنایت به اینکه هیچ زمان از طرف مقامات مسئول به ما نه تنها تذکری در مورد اشتباه بودن کارمان و اینکه شکنجه جرم است داده نشده، بلکه جزء وظایف و روش کار ما محسوب می‌نمودند و بارها به علت عدم موفقیت در امر بازجویی و اخذ اطلاعات مورد بازخواست و سرزنش شفاهی سلسله مراتب اداری قرار می‌گرفتند. در اینجا لازم است تذکر دارم این شکنجه‌ها در اکثر موارد بر اثر اصابت کابل با کف پا، اصولا وقتی کابل می‌خوره به کف پا، کابل با گوشت و استخوان هیچ رابطه‌ای نداره، در نتیجه ورم می‌کرد و این زندانی رو باز می‌کردیم، دوباره می‌دووندیمش و دوباره روی همون پای باد کرده خواب می‌خورد و منجر می‌شد به شکافته شدن پا، پانسبان می‌کشید و این مبارزات مجبور بودن با باسن راه برن و حتی بعضی مواقع وقتی که پاشون رو مجددا پانسبان می‌کردیم آتش می‌خورد. و من حالا متوجه این اشتباهات خودم شدم، خیلی دیره. بودن کسانی که ماه‌ها تحت شکنجه بودن و حاضر نبودن اطلاعات خودشون رو بدن و در زندان هم علیه رژیم مبارزه می‌کردن و زیر شکنجه بودن و هر روز شکنجه می‌شدن و سرانجام هم فکر کنم اطلاعات خودشون رو ندارن و نمونه‌های زیادی از اون هست. از جمله اون آقای عزت شاهی رو من میتونم نام ببرم که مدت 6 ماه در کمیته علاوه بر اینکه شکنجه میشد روی تخت با دستبند و پابند بسته بودنش و این فرد مبارز هیچ زمان لب به سخن نگشود مگر مطالبی که یه ذره رو شده بود و اونم با اکراه و خیلی ناقص میگفت که اصلا دست به هیچ چیز پیدا نمیشد و در ماه‌ها در سلول انفرادی بود. من فکر میکنم در شکنجه ایشان هم بودم ولی دقیقا یادم نیست، چون مسئله نیست، من خودم اعتراف کردم شکنجه رو، ولی در هر حال من از ایشون شخصا تقاضای عفو دارم و میخوام منو ببخشن. میگم فکر میکنم چون مدت زیادی ازش گذشته فکر میکنم من در شکنجهشون بودم، ولی بازجوی ایشان آقای محمد علی خانی معروف به محمدی بود. ادامه در مورد بند 2 کیفرخواست، معاونت در چندین فقره قتل، ضرب و جرح، حد و حرمت. در اینجا لازم است به عرض ریاست دادگاه و اعضای محترم عامه رسانم من در هیچ قتل و کشتاری شرکت نداشتم و خدا را شاهد میگیرم و کلام الله مجید قسم یاد میکنم در زیر شکنجه هیچ کس را نکشتم و در شکنجه فردی یا افرادی هم که منجر به قتل گردد نه تنها شرکت نداشتم بلکه ناظر هم نبودم و اصولا دستم به هیچ نحوی به خون هیچ کس آلوده نیست و در مورد مسئله قتل به هر شکل میتوانید از آقای نادری پور سوال کنید، چون ایشان در دایره جمع‌آوری اطلاعات بودند و تمام سوابق در این دایره جمع‌آوری میشد و اگر من معاونتی در قتلی داشته باشم ایشان از آن مطلع میشدند و تقاضا میکنم در این زمینه به خصوص از ایشان سوال بفرمایید. و از طرفی از آنجا که متنبه شده بودم و قصد داشتم تا آنجا که میدانستم و شنیده بودم افراد یا که توسط سایرین در زیر شکنجه شهید شده بودند بیان داشتم. حال اگر ریاست محترم دادگاه و اعضا حاضر باشم حاضرم چند نمونه‌ایشو بگم. یک نمونه از آن مبارز شهید، مجاهد شهید حسین کرمانشاهی اصل که وقتی دستگیر شد توسط منوچهر وظیفه‌خواه معروف به منوچهری تحت بازجویی قرار گرفت و ایشان فشار را به حد اعلی برای روی این شخص وارد آوردند و این شخص حتی حاضر نشده بود اسم خودش رو بگه و آنقدر فشار رو روی این شخص زیاد کرده بود که سرانجام منجر به شهید شدن این شخص شد.
و یا در مورد البته اینو بگم که سلسله مراتب ما واقعا اینقدر سنگدل بودن، خودمون که هیچی، ولی سلسله مراتب ما دیگه از ما بدتر بودن و اینقدر سنگدل بودن وقتی که مثلا یه همچین مطلبی رو توسط بازجوش میگفت مثلا حسین کرمانشاهی است، رفت به درک یه پرونده براش درست میکرد که در اثر خودکشی یا در اثر بیماری، یه بیماری رو در میآوردن دیگه و پرونده رو درست میکردن، پزشک قانونی هم تایید میکرد و به خاک میسپردن. شما در زندگی مجاهد حسین کرمانشاهی است نه دخالت داشتید؟ نه به هیچ وجه هیچ. من این چیزایی بود که هم قبلا هم گفتم به عنوان اطلاعات هم دارم میدم برای رسوایی این دستگاه. و یا شخص دیگری بود به نام ناصر نوذری یا رسولی که در بازجوی من بود که این شخص قبلا توسط آقای تهرانی در جنایاتش قرار گرفت، ولی من هم چند موردی ازش دیده و شنیده بودم که می‌خواستم در اینجا افشاگری کرده باشم. از اون جمله در سازمان انقلابی بودن که من یه روز اداره مشغول کار بودیم، دیدیم رسولی و حسینی پیداشون نیست. معمولا در اینجور مواقع چون در سال 55 و بعد بودیم مسئله و شاه خائن گفته و شکنجه دیگه ندیم و این افرادی که نباید شکنجه میشدن و اطلاعاتشون باید گرفته میشد میرفتن به اوین و من دیدم حسینی و رسولی پیداشون نیست. خب گفتیم که نیستن دیگه، ولی نمیدونستیم کجا رفتن. ولی شبش که روزنامه رو خوندم دیدم نوشتن که خسرو صفایی و گرسیوز برومند در برخورد مسلحانه شهید شدن. که بعدم من بعد از 2 روز یا 3 روز بود دیدم که رسولی و حسینی سرکله‌شون دوباره پیدا شد. گفتم کجا بودیم؟ گفت اوین بودیم و به طور ناخودآگاه از دهنش در رفت که خسرو بازی می‌کرد. اون خسرو مگه در برخورد اول نگفت اعلام کرد روزنامه که شهید شدن؟ گفت کار نداشته باش به این کار، از من نشنیده بگیر. و یه روزی من واقعا چون که در اون دستگاه همونطور که آقای تهرانی اشاره کردن هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداشت و این مسائل هم مسائلی بود که اگر عنوان می‌کردیم جایی باعث دردسر برای خودمون میشد، این بود که باید سکوت می‌کردیم. و چند روز بعدش من وارد اتاق شدم دیدم از روی بی‌مبالاتی که این شخص داشت عکس 2 شهید که تیر خورده بودن و منجر به شهادتشون کرده بودن که فکر می‌کنم توسط رسولی و حسینی بوده روی میزش. بعد از این نمونه داشتیم معصومه طوافچیان و مهوش جاسمی که این 2 شخص هم دوباره توسط همین شخص دستگیر شده بودن و این 2 نفر در کمیته بودن. 2 روز در کمیته خودشون بازجویی میکرد و ناصری یا همون آزادی هم دست داده بود، هیچ کس بهشون با اینا حق حرف زدن نداره جز رسولی. و بعد از 2 روز ما بعد از ظهر بود کار تفریح کردیم می‌خواستیم بریم خونه، دیدیم که این 2 نفر رو برداشته لباس تنشون کرده و داره میبردشون. گفتم کجا میری؟ گفتش که میخوام برم اوین. گفتم خب به سلامت. بعد از این 2 نفرم با خودشون برده بود و بعد از 2-3 روز بعد من و 2 نفر دیگه بازجوها به نام رحمانی و ریاحی که در همون کادر کار میکردیم برای بردن کار رفتیم داخل اتاقش. دوباره دیدیم عکس 2 نفر زیر پرونده است، عکس رنگی گرفته بودن ازشون که شکنجه شده بودن و با تیر زده بودن و شهیدشون کرده بودن. دقیقا الان یادم نیست ولی یکیشون من یادم که توی سری زده بودن، ولی حالا نمیدونم کدوم یکی از این 2 شهید بود، اینش در جریان نیستم. ادامه بدید. و من این چند مورد میدونستم که از نظر افشاگری گفتم و خودم هیچ نقشی به هیچ وجه در کار اونا نداشتم، فقط میگیم به عنوان مشاهداتی بوده که از این طریق تونستم کسب کنم و متوجه شدم که این کارو این شخص می‌کرده. البته من خیلی شنیده بودم که این رسولی اقدام به این عملها میزنه، ولی باور نمی‌کردم تا این 4 موردی که ازش دیدم
و اینجام که این مطالب رو شنیدم دیگه برام 100% شد و اگر کسی هم قبلا در اونجا از بین می‌بردن من فکر کنم توسط همین شخص بود، چون این شخص با ناصری خیلی روابطش نزدیک بود و هر چی میگفت قبول میکرد ناصری. من حالا میفهمم که به خاطر این مسائل و این اعمالی که انجام میداده بوده است. در مورد بند 3 کیفرخواست، فرمان به شکنجه کردن مبارزان راه حق و آزادی به استضاع میرساند. باید بگم من در ساواک مقامی نداشتم و کارمندی زیر نظرم نبود که دستور شکنجه بدم که مثلا فلانی فلانی رو ببر شکنجه کن. اگر منظور فرد حسینی است باید عرض کنم اصولا حسینی مسئول اتاق شکنجه بود و اتاق شکنجه تحت نظر او بود و اصلا میگفتن کسی حق نداره به جز اون بره. خب بود، گاه بیگاه ما میرفتیم که اونم نبود، ولی این دستور داده بودن که در حضور حسینی حتما باید باشه و وقتی ما یک زندانی رو میبردیم به برای اتاق شکنجه اون اصلا خودش زودتر میرسید که مبادا یک کاری بکنیم اونجا، یه وقت مثلا یک کابلشو برداریم. اینجوری بود. به هر حال من فکر نمی کنم فرمان شکنجه بود، ولی به شکنجه کردن اعتراف دارم. در مورد بند 4 کیفرخواست اینجا روشن بکنید که آیا تصمیم به شکنجه با شخص حسینی بود یا باید بازجو از اون میخواست که شکنجه بکنه؟ منظور از این بند کیفرخواست اینه که شما هر وقت در بازجویی ها متوجه میشدید که شخصی که داره بازجویی میشه حاضر نیست مطالب رو بگه، او رو به اتاق شکنجه میبردید و بردن به اتاق شکنجه معناش مگر این نبود که شما شکنجه را میخواستید از حسینی؟ فرض برسم من طور دیگه تلقی کرده بودم. ما وقتی یه زندانی من باش صحبت میشد اگر حاضر نبود اطلاعات شده میبردیم و شکنجه میشد و اینم درس میرسم در سال 55 به بعد که گفتم فشار و شکنجه کم بشه گفته بودن که هر نوع زندانی که میارین بایستی وضعیتش رو به سلسله مراتب بگید و سلسله مراتب تعیین کنه فلانی چقدر شکنجه بشه یا فلانی چند ضربه بخوره چیکار بکنید چیکار نکنید. قبل از اون چی؟ قبل از اون قبلا نه، به اراده خود بازجو. بعد ولی با این حال سلسله مراتب در منظور سربازجو در جریان بود. شما راجع به این بند کیفرخواست توضیح بیشتر راجع به کسانی که احیانا مربوط به قبل از اون دستور سال 55 بود، کسانی رو که یادتون میاد به دستور شما یا با مباشرت خودتون شکنجه شدن و اونهایی که شکنجه های قابل توجهی بوده که احیانا منجر به نقص عضو و اینها شده باشه، اونایی که یادتون هست میتونید بیان کنید؟ منجر به نقص عضو من یادم نمیاد قبل از سال 55. اما آقای مهدی غیرانی که من در مراحل بعدی اگه اجازه بدین شرح کاملشون رو دادم یا میخواین همین جلو بندازم؟ در مورد بند 4 کیفرخواست مبنی بر فعالیت خستگی ناپذیر و صادقانه در ساواک منحله علیه مردم بی‌دفاع با آگاهی کامل از اعمال ارتکابی خود به استضاع میرسانم. زمانی که وارد ساواک شدم و در قسمت بازجویی مشغول به کار گردیدم 23 سال بیشتر نداشتم و تحت تاثیر تبلیغات و شستشوی مغزی واقع شده بودم و از طرف دیگر یک جوان در هر مسیری که قرار گیرد و تشویق کردند به طور فعال کار می‌کند و از طرف مطالعاتی هم نداشتم و ارتباطاتی با بیرون از محیط کار خود نداشتم و به طور یک طرفه تغذیه می‌شدیم. یعنی در جلساتی که هر 10 روز یک بار یا هر هفته یک بار تشکیل می‌شد و سخنرانی‌هایی که توسط حسین زاده یا همون عطارپور انجام می‌شد خواهران و برادران مبارز ما رو خائن و دشمنان مردم را معرفی می‌کردند و ما رو تشویق می‌کردند که کار شما درسته و شما دارین خدمت می‌کنین. حال می‌فهمم که چه خیانتی کردم. نه تنها من بلکه سایرین که وضعیت من داشتن به همین ترتیب بود. اونم در این جلسات که شرکت داشتن همه واقعا مسخ شده بودن و با توضیحاتی که در جلسات داده میشد فکر نمی‌کردم کارم اشتباه باشد. پیش خود میگفتم مثلا ناصری یا حسین زاده بیشتر میفهمن یا من، حتما اون چیز سرشون میشه که میگن در این حرفا رو برام میزنن و هیچ وقت متوجه جنایات آنها نشدم. هیچ وقت کمی نیندیشیدم که آیا آنان یعنی این سلسله مراتب خائن درست میگویند یا خیر.
در هر حال معترف به گناه و اعمال ننگین خود هستم و این عمل با آگاهی صورت نمی گرفته و همونطور که گفتم صرفا ما را محض کرده بودم و عجب خواب وحشتناکی بودم و چه دیر بیدار شدم. در مورد بند 6 دلایل اتهامی، شما تاریخ دلیل استخدامتون رو در ساواک یادتون هست؟ نه. یادتون نیست؟ چه سالی بود؟ یا اواخر اسفند 51 میتونه باشه یا 52. دقیقا نمیدونم در این، یعنی در اسفند ماه بوده یا سال 51؟ در اواخر 51 بوده. 51؟ بله. دوره‌هایی که دیدید قبل از اینکه به عنوان بازجو مأمور بشید یادتون هست چه دوره‌هایی بود؟ هیچ دوره‌ای ندیدیم ما. یعنی به صرف استخدام شما شدید بازجو؟ من یه مدتی گفتم در بخش کار میکردم در اداره سوم در سلطنت آباد. بعد همون که گفتم چون کارم مورد توجه بود و زیاد کار میکردم مورد توجه قرار گرفتم و منو بردم به کمیته. چه مدتی تو بخش بودید؟ در حدود 8 ماه یا 9 ماه. 311؟ 311. چه میکردید؟ کارهای من در بخش دایره اقدام بودم که بحثتون رسوندم. کارش بررسی پرونده های مرده بود. یعنی مرده منظورم که منظور کارهای قبل از سال 32 و 33 و کارهای جاری نبود. مثلا یه نفر میخواست در یک دستگاه استخدام بشه، فرم سابقه قبلی داشت، مثلا در حزب توده فعالیت داشته، این فرمش میومد رو پروندهش میخورد و طریق بایگانی پرونده میومد زیر دست من که اگه مربوط به من میشد و ما بررسی میکردیم طبق روشی که تعیین کرده بودن در ساواک. اگه مثلا مال قبل از سال 32 باشه موافقت میشه، بعد از سال 32 باشه باید گزارش تهیه میکردیم و میگفتیم وضعیتش اینطوریه نظر بدن، مینوشتن زیرش موافقت میشه و مخالفت میشه. اما طبق اون نظری که سلسله مراتب میدادن و تصویب میکردن ما فرمو جواب میدیم که مثلا ادامه خدمتش در شرکت نفت بلامانع است یا استخدامش بلامانع یا مخالفت. وقت شما خودتون در اون زمان آگاهی نسبت به جریانات سال 32 و بقای سال 42 داشتید؟ نه. هیچ آگاهی نداشتم. ادامه بدید. در مورد بند 6 دلایل اتهامی مبنی بر شکنجه خانواده دکتر اعظمی در بروجرد با کاپ و مشارکت در اعمال بطری با همکاری عزادی و هدایت به استدلال می‌رساند در تابستان سال 53 بود که روز ناصری یا عزادی مرا خواست و گفت کارایت انجام بده، حاضر شد به یک مأموریت برویم. گفتم چرا من که اطلاعاتی ندارم، تازه‌کار هستم. گفت ممکن است مدتی طول بکشد و کسی نمی‌رود، یه نفر حاضر شده و تو هم مجرد هستی، بیا با به این مأموریت برو. من قبول کردم. به اتفاق ناصر ربیع‌زاده یا هدایت و خودش یعنی ناصری یا عزادی و ناصر نوذری یا رسولی عازم بروجرد شدیم و تا زمان حرکت از نوع مأموریت بی اطلاع بودم. در راه که می‌رفتیم ناصری شروع به صحبت کرد که به اصطلاح ما را توجیه نماید. گفت دکتر هوشنگ اعظمی فعالیت مجددا آغاز کرده و گروهی تشکیل داده و ما قصد داریم این گروه رو جمع کنیم. لازم یادآوریه که قبل از اینکه مثلا استخدام بشم دکتر هوشنگ اعظمی بازداشت بوده و سوابق قبلی در ساواک داشته. بالاخره مقصد رسیدیم و به اصطلاح افراد گروه را دستگیر کردم و به دستور ناصری بود در آنجا که چون رئیس مستقیم ما بود و با خودمون اومده بود اونا رو تحت شکنجه قرار دادیم. ولی یادم از که روز دوم و سوم بود که یک فردی رو که یک مردی بود آوردن و ناصری هدایت رو به تخت بستن و یک بطری آوردن و او رو به تخت بستن و قصد اعمال آن را داشتن که من تازه کار و ناوارد تعجب کردم که چه میخواهم بکنم. زمانی که قصد آنها با اطلاع شدم خواستم از اتاق خارج شوم، ناصری مرا مسخره کرد. اصلا یه ناصری یه آدمی بود همین که آقای تهرانی گفتن عقده‌ای بود و نمیدونم چرا این کارا رو میکرد، یا دست متهم میگرفت میرسون به اینجا یا اینکه از این اعمال میکرد. و وقتی که مثلا بهش میگفتیم این کار چه میکنی مسخره میکرد و فضولی نکن. من مسخره کرد و گفت همین بود دل و جرأت. گفتم آخه این کار درستی نیست، ولی او طبق عادت همیشگی با خنده و تمسخرآمیز موضوع را فیصله داد و من از اعمال آن بی اطلاع ولی فکر کنم تهدید کردن. نمیدانم واقعا انجام شد این عمل یا نه، ولی با این حال من دچار یک حالت گیجی شده بودم و این مطالبم که عرض کردم جز اطلاعات من بوده که برای رسوا کردن این دستگاه جهنمی گفتم. حال نمیدانم این عمل مشارکت است یا نه.
ولی در هر حال من حضور داشتم. در این گروه در آن سال تعداد زیادی دستگیر شدند و افرادی که در صفحه دوم دلایل اتهامی اسم برده شده و اظهار نقص عضو نمودند، تا اونجا که من اطلاع دارم من عملی انجام ندادم که موجب نقص عضو آنان گردد، یا حداقل الان به علت گذشت زمان فراموش کردم، ولی انکار نمی‌کنم که شکنجه شدم و احتمالا آثاری روی بدن آنها هستش. و از طرفی نمیخواهم که این افراد با حضور خود در دادگاه موجبات تجدید خاطرات تلخ گذشته خودشان و شرمندگی من گردند، ولی از اعضای محترم دادگاه استعداد دارم خودشان از این افراد تحقیق و چنانچه دارای نقص عضو تشخیص دادن من قبول دارم و این مطالب هم برای این بیان نمیدارم چون در اینجا جا دارد اضافه کنم خواهران و برادران مبارزی که بر اثر شکنجه گوشت پای آنها برمی آمد یا گوشت پای آنها اضافه میشد یا اینکه سوراخ میشد، به دستور ناصری و عطارپور تحت جراحی پلاستیک قرار می گرفتن و فکر کنم از قسمت رونشون یا سایر بدنشون گوشت برمی داشتن و به کف پاشون جراحی میکردن و این اعمال بوده در ساواک. در همون بروجه شخصی بود به نام سیاوش بیرامن، دقیقاً یادم اومده که ناصری یه ضربه‌ای به او زد، گفتم بر اثر عقده‌ای که داشت هر کسی می‌رسید یه ضربه بهش می‌زد، حالا این یه ضربه کافی بود، حالا ممکن به همون طریقی که قبلا عرض کردم یا دستشو بگیره بپیچونه یا شستشو بیاره بالا یا همون عمل ننگین. ضربه‌ای که ناصری به او زد دچار خونریزی شد و خیلی ترسید، خود ناصری ترسید که از بین بره. فوراً با تهران تماس گرفت و از حسین زاده کسب دستور کرد و او را شبانه به تهران منتقل کردن و تحت مراقبه قرار دادن. خوشبختانه خوب شدن و هیچ منجر به ناراحتی بعدی برای ایشان نگردید. ولی این خواهران و برادران که اهل بروجرد بودن و دستگیر شدن باید توجه داشته باشند من به تنهایی در شکنجه آنان نبودم، بلکه در روزهای اول خود ناصری حضور داشت. بعد از اینکه دستگیری دکتر اعظمی ناامید شد به تهران مراجعت نمود و منو هدایت خواندیم و او هم در شکنجه افراد شرکت داشت. ولی من خود قبول دارم که فردی خشن بودم، ولی به خدا از همه اینها روی جوانی بوده و شرمنده هستم و در زمانی که بازداشت شدم با وجود رفتار برادرانه‌ای که با من شد، مهازا همیشه به یاد اعمال ننگین خود بوده و غیر از طرف‌چندگی و شرمساری احساس همدردی با این برادران و خواهران رنجیده را دارم و به همین علت نیز برای آسودگی از اعضاب وجدان بیدار شده و اطلاعات خود را در اختیار قرار داده و آنچه که هم دیگران می‌دانستم صادقانه در اختیار قرار دادم. و یک مطلب در همین صفحه دوم دلایل اتهامی من هست مبنی بر اینکه نقص عضو در صفحات 26 و 27 پرونده. اینو خواهش میکنم که برای من روشن کنید کی هستن و چی هستن، چه جوریه تا من پاسخ بدم. به موقع این رو نماینده دادسرا به اطلاع شما میرسونن، اما شما داستان مأموریت بروجرد رو بازتر، وسیع‌تر و دقیق‌تر برای دادگاه روشن کنید. از چه نظر؟ این مأموریت به چه کیفیت محول شد؟ تعدادتون چه بود؟ در دستگیری به چه کیفیت عمل کردید؟ کارهایی که انجام شد دقیقاً همکاریتون با ساواک بروجرد و سایر مطالب رو برای دادگاه روشن کنید. درستون برسونم که وقتی که ما 4 نفر رفتیم اکیپ‌ها هم برای دستگیری به این مأموریت اومده بودن و در دستگیری ها من فکر کنم 1-2 مورد یادم نمیاد یا بیشتر شرکت داشتن، ولی مأموریت اصلی با اکیپ‌ها بود و این 1-2 مورد هم میکنم جاسازی هایی بود که بعضی متهمین زندانیان اعتراف میکردن و اکیپ‌ها میرفتن و سرسری میگشتن بعضی موقع و پیدا نمیتونستم بکنن. این بود که با استفاده از وجود خود زندانی من باش میرفتم که این جاسازی پیدا بشه و این مأموریت فکر کنم در حدود 2 ماه طول کشید و گفتم فقط به خاطر این بود که گفته بودن دکتر اعظمی دوباره فعالیتش رو شروع کرده در سطح مبارزه مسلحانه و افرادی رو مسلح کرده برای مبارزه. رفتن که اصلا هیچ مسئله نه و ایشون رفته بود، اصلا متواری شده بودن و در حدود فکر کنم 60-70 نفرم دستگیر شدن و تحت بازجویی قرار گرفتن و پروندهشون به دادگاه رفت. در دستگیری هایی که گفتید 2-3 فقرش رو شرکت داشتید چه کسانی دستگیر شدن؟ یادم نیست. هیچ کدوم از این افرادی که به نظر من الان میفهمم که در بروجرد دستگیر شدن
واقعا در رده‌ای نبودن که باید دستگیر می‌شدن. فقط ناصری نمیدونم چه حساسیتی رو دکتر اعظمی پیدا کرده بود و هر کس که اسم از اون میبرد دستور میداد بگیرنش. کیفیت دستگیری ببینیم توش تیراندازی چیزی صورت اصلا توضیح بدید چجوری در اون دستگیری ها عمل کردید؟ من خودم همون مواردی رو که شما حضور داشتید و شرکت داشتید. من درستون برسونم که من هیچ نقشی نداشتم در این دستگیری. من فقط به عنوان اینکه متهم زندانی گفته بود مثلا خونه فلانی، آدرس کروکی دقیقی که داده بود، با استفاده از رهبر عملیات ساواک محل ساواک بروجرد باشه، با یه ماشین دیگه رفتیم به دنبال اکیپ و در دستگیری شرکت نداشتیم، چون اکیپ‌ها وظیفه‌شون دستگیری بود، میرفتن داخل خونه و چون افرادم غافلگیر میشدن دیگه، چون قبلا که اطلاع نداشتن، در راحت دستگیرشون میکردن میومدن. هیچ تیراندازی، برخوردی هیچ نبود. در اون ماموریت‌ها شما مسلح بودید از سمت چه؟ در ماموریت‌های دستگیری اصولا ما که در کمیته مشغول به کار میشیم، بعد از مدتی یه قبضه اسلحه برای حفاظت شخصی خودمون میدادم، ولی من نمیخوام بگم که از اسلحه استفاده نگم. من اصلا 2-3 سال میتونم بگم که اسلحه‌مو با خودم نمیبردم، چون معتقد بودم که الان اگه خود بمیره، اگه بخوام بکشنش، ابتکار عمل با اوناست که عمل میکنن و هیچ راهی وجود نداره برای تیراندازی. منم که تیراندازی اون صورت درست بلد نبودم که تیراندازی کنم. این بود که اسلحه میدم یه چیز اضافه‌ایه که با خودم باید حمل کنم و کسی به وقت متوجه بشه، برای خودم دردسری میشه. این بود که با خودم حمله میکردم و در اون مأموریت من مسلح بودم، ولی هیچ زمان از اسلحه‌ام استفاده نکردم. نه تنها من، بلکه اکیپام استفاده نکردم، چون احتیاجی نبود. از دستگیر شدگان بروجرد چند فقره بازجویی شما کردید و آیا بازجویی ها توأم با شکنجه بود یا نبود؟ افرادی رو که بازجویی کردید اگر یادتون هست مواردش رو توضیح بدید. در بروجرد بازجویی با شکنجه توأم بود ولی یادم نیست که از این تعداد میگم، چون چند نفر بازجویی رفته بودیم، چند تاشون من بازجویی کردم، ولی در بازجوییشون من شرکت داشتم. از خانواده اعظمی کسی بود؟ خانواده اعظمی پدرشون رو گرفته بودن، برادراشون رو گرفته بودن، همسراشون هم گرفته بودن. بازجویی اونها با شما بود؟ بازجویی اونها مشترکاً بود، همه مشترکاً بود. دستور شکنجه شما دادید؟ ناصری بود، ناصری و هدایت اونجا بودن. مباشرت در شکنجه داشتید؟ بله. نتیجه پرونده‌هایی که بازجویی کردید یادتون هست که بعد به کجا کشید؟ یعنی در دادگاه‌های نظامی که رفتن بعد از مدتی که ما پرونده ها رو اونجا تحویل ساواک بروجرد دادیم و گفتیم که خودتون بفرستین به اصطلاح به دادگاه‌های نظامی اون موقع، ولی بعد مدتی که اومدیم تهران، ثابتی دستور داده بود که پرونده ها رو همه رو بیارن تهران و متهمینش هم به زندان قصر منتقل کردن. البته 1-2 شب فکر کنم کمیته بودن که جا نبود فرستادنشون زندان قصر و پرونده‌هاشون رفت در بیدادگاه‌های تهران و محکوم شدن. هیچکدوم اعدام نشدن هیچکدوم، ولی محکومیت‌های بالا بود و جو هم در اون زمان طوری بود که محکومیت‌های زندانی‌ها بالا بود. یعنی از خود خانواده اعظمی شما یادتون هست چه کسانی محکوم شدن به چه میزان؟ خانوم برادرایشون کیانوش اعظمی بود، خسرو اعظمی بود و اسم خانومش رو من فراموش کردم. چقدر حبس گرفتن؟ فکر کنم 15 سال و ابد بوده، چون محکومیتشون همه در سطح بالا بود، 10 سال و 15 سال و ابد. اون وقت در شکنجه‌های بروجرد هیچ شکنجه منجر به قتل شد؟ اصلا نفس عضو چطور؟ من همین مورد خواستم که از دادگاه استدعا کردم که خود شما ببینین. من منکر نمیشم، ممکنه آثار رو پاشون مونده باشه، ولی نقص عضو نداشتم. در مورد بند 8 دلایل اتهامی، بازجویی و شکنجه آقای مهدی غیران مبنی بر فلج شدن قسمت راست بدنش، به استدلال ریاست اعضای محترم دادگاه میرسانم. در سال 54 بعد از دستگیری وحید افراخته، در تحقیقات که از او و افراد دستگیر شده به امان‌آور مشخص شد که یک سری ترور توسط این گروه انجام شده و از جمله افراد بازداشتی
آقای قیران بودن که ایشان یک فرد مسلمان و متدین بوده و با این سازمان ارتباط داشتن و افراد این گروه که با تغییر ایدئولوژی تشکیل سازمان منافقین را داده بودند از احساسات مذهبی آقای قیران استفاده و از ایشان کمک مالی و حتی از منزل او به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کردند. اگر دادگاه خواسته باشن مخفیگاهشون، چون یک نمونه از بهترین مخفیگاه بود که آقای قیران در اختیارشون قرار داده بود، با خلوص نیت، به خاطر اینکه فکر می‌کردن در راه خدا دارن مبارزه می‌کنن. عرضشون برسونم. این مورد رو کاملا توضیح بدید، در مورد فعالیت ایشون و کیفیت دستگیریشون و حتی اینکه در دستگیری ایشون چه اکیپ‌هایی اگه یادتون هست شرکت داشتن و آیا الزامی به استفاده از اسلحه پیدا شد یا نه، اینها رو هر که یادتون هست توضیح بدید. در دستگیری ایشون که من شرکت نداشتم و اکیپاش هم نمیدونم کدوم اکیپا بودن و اکیپا همیشه مسلح بودن، ولی چون آقای قیران مسلح نبودن فکر نکنم اصلا لزومی به تیراندازی شده باشه، اصلا تیراندازی نشده بود. آقای قیران، بهرام آرام، حسین سیاه‌کلاه، شهرام فکر کنم، دقیقا نمیدونم، این سه نفر در یه اتاقی داشتن در خونهشون که مهمون خونه بود و ته این اتاق کجا بود محل خونهشون؟ در قلهک بود و ته این اتاق یه جاسازی درست کرده بودن به این صورت که به مقدار 1 متر از ته اتاق اومده بودن جلو و دیوار کشیده بودن و یک دریچه براش درست کرده بودن و روی این دیوار هم کاغذ دیواری کرده بودن، قشنگ معلوم نبود و پشت این دیوار هم یه پارتیشن گذاشته بودن که کتاب و وسایل تزیینی و همه وسایل مرتب و کسی که وارد این اتاق میشد خیلی میشه اتاق مهمونخونه است، در صورتی که این دریچه که باز میشد پشت دریچه بعدی ظاهر میشد و وارد اون مخفیگاه که میشدی همه وسایل رو برایشون فراهم کرده بودن، نظر تلفن، آب، برق و حتی یک محلی بود که خیلی با چیز نازک درست کرده بودن، دیواره نازکی درست کردن که اگر خطری متوجه شد و خونه آقای قیران مورد مشکوک اعلام شد به وسیله ضربه زدن به این دیوار از اونجا فرار کنه. منظور این بود که آقای قیران واقعا خالصاً و مخلصاً در راه خدا مبارزه می‌کردند و علیه این رژیم فعالیت داشتن، ولی این سازمان منافقین به چه صورت از ایشون استفاده کردن. شما شخصا خونه ایشون رو مخفیگاه رو دیدید؟ خیلی از بازجوها به خاطر اینکه نمونه بود این خونه، همه از اداره دوم ارتش برای بازدید اومده بودن. بله. خب باز توضیحتون رو بدید در این خصوص. دیگه توضیح نیست، فقط همین می‌خواستم بگم که به چه صورت از این خونه ایشون و احساسات ایشون استفاده می‌کردن. در تحقیقات بعدی مشخص شد که آقای قیران هیچ گونه اطلاعی از این تغییر ایدئولوژی نداشته و علیه رژیم منفور پهلوی فعالیت می‌کردند. من مطمئن هستم اگر آقای قیران مطلع می‌شدند که این گروه با چنین ایدئولوژی به مبارزات خود ادامه می‌دهند، از آنها کناره‌گیری و به طرق دلخواه خود که بر اساس جامعه توحیدی بود مبارزات را دنبال می‌نمودند. در هر صورت پس از دستگیری ایشان را به من که در آن زمان موقتاً به دستور ناصری به اتفاق چند تن دیگر از بازجویان در اختیار منوچهر وظیفه‌خواه یا منوچهری قرار گرفته بودیم، این شخص رو برای بازجویی به من دادن و به علت اهمیت موضوع و فشار زیاد در اون موقع که در جو کمیته حاکم بود و ترورهایی که انجام شده بود، شکنجه شدید بود، ولی این مرد مبارز خیلی سرسختی و مقاومت از خود نشان داد و سرانجام به دروغ قراری با بهرام آرام رو گفت که خود منوچهری ایشان را سر قرار که فکر کنم محل کار آقای قیران بود می‌بردن و می‌آوردند و چند روزی این کار به طول کشید و سرانجام آقای منوچهری ناکام شد، چون خیلی دوست داشت که بهرام آرامو بگیره و طریق آقای قیران میگم من حتما باید طریق تو بگیرم اینو و باید اینو به من بدیش، ولی آقای قیران خیلی مبارزه کردن و هیچی نگفتن و شکنجه ادامه می‌یافت. من واقعا خسته شده بودم. یک روز بعد از ظهر به علت خستگی با اجازه از مقامات مربوطه اداره را ترک کردم. فکر می‌کنم رسولی گفتش که تو برو، من کار بازجویی ادامه میدم. در هر صورت به یکی از دو حالت فوق بود. فردا که به اداره آمدم و آقای قیران خواستم برای بازجویی، فهمیدم رسولی برای خوشخدمتی
و یا بزرگ جلوه دادن خود به عضدی آقای قیوران رو تحت فشار قرار داده و آن فجایع را که منجر به فلج شدن قسمت راست بدن ایشان شده بود انجام دادن. من در مقام اعتراض برآمدم، ولی چون رسولی و عضدی دارای روابط حسنه‌ای بودند که در اینجا باید ذکر کنم، این روابط حسنه هم که در اول دادگاه گفتم حالا میفهمم به خاطر جنایاتی بود که به طور مخفیانه برای عضدی انجام به دستور عضدی انجام میداد و قبل از اینم که اصلا رسولی در ساواک استخدام بشه خبرچی ساواک بود و با خود ناصری کار میکرد. این بود که این دوتا همیشه سرشون تو لاک هم دیگه بود و هر عملی که انجام میشد با هم بود و هر چی رسولی میگفت همون بود. مثلا ما اگر یه زندانی رو حس میکردیم بیگناهه، یه گزارش تهیه میکردیم که این آزاد بشه، این با عضدی یه علامت رمز در امضاشون داشتن. ما اینو بعداً فهمیدیم. اگر اون علامت رمز تو امضاش بود، عضدی مینوشت که این نباید آزاد بشه، این فعالیتش محرزش، بازجویی نتونستین ازش بکنین، حرفاشو نتونستین در بیارین، بی‌عرضه‌ای کردین و کلی مطلب دیگه. و ما مجبور شدیم دوباره بازجویی کنیم از این شخص تا آقای رسولی سر وجد بیاد و اون امضای حقیقی که باید موافقت بشه انجام بده. حالا میفهمم که وقتی من به عضدی اعتراض کردم آخه این چه وضعی، اگه متهم منه چرا ایشون برداشته این بلا رو سرش آورده، با خنده تمسخری که همیشه میگفت فضولی نکن و از ما از اتاق بیرون کرد. با این حال من این کارمند تازه وارد 2 ساله بودم، کاری نمیتونستم بکنم و ایشون مدت 2 ماه یا 3 ماه در بیمارستان بستری بودن ولی در اونجا خوب نشدن و پروندهشون تکمیل شده رفت دادگاه و به حبس ابد محکوم شدن. و در این موردی که شکنجه‌ای که منجر به نقص عضو ایشون شده و من این عمل انجام ندم، بودن کسانی در کمیته از همین مبارزان که من فکر کنم در این دادگاه شرکت داشته باشن، آقای عزت شاهی، که میدونن و میتونن اگر دادگاه بخوان گواهی بدن که این عمل توسط رسولی انجام شده و من نکردم این کارو و من استعداد دارم شما از ایشون تحقیق کنید. شما در شکنجه‌های قبلی که قبل از این شکنجه منجر به نقص عضو بود شرکت داشتید؟ بله. نتایج اون شکنجه‌ها رو توضیح بدید. از چه نظر؟ یعنی به نظر اطلاعات گرفتیم یا نه کیفیت شکنجه را بعد از اینکه ایشون دستگیر شد و به کمیته آورده شد، آیا از لحظه اول شما بازجوییشون بودید؟ به چه کیفیت عمل کردید؟ رهبری عملیاتشون رو در بازجویی زیر نظر کی انجام میدادید و چه کیفیت؟ اینها رو برای دادگاه دقیقاً توضیح بدید. اصلا رسوندم که ما به دستور ناصری در این مورد با منوچهر وظیفه‌خواه یا منوچهری کار میکردیم و ایشون هم به من داده بودن برای بازجویی به اتفاق همسرشون خانم سجادی و از همون لحظه ورود آقای قیوران تحت شکنجه واقع شدن و کابل بود و شمع روشن میکردیم روی بدنشون میریخت و میسوخت. البته آثاری نمیذاشت، فقط به خاطر اینکه اطلاعاتشون بدن. و این آقای قیوران فکر نکنم بیش از 3 یا 4 روز یا 5 روز دقیقا یادم نیست که در کمیته اصولا بودن، چون بعدش که دیگه اون فلج شده بودن به اون صورت در بیمارستان بستری بودن، ازشون بازجویی نمیشد و من دیگه در اون چیزی نداشتم. ولی با این حال من همش تحت چیزشون بودم که حالشون رو می‌پرسیدم چه جوری شده، خوب شده یا بعد نشدن. ولی خب اینجور مسئله این به این ترتیب بود. چند روز بازجویی شما ادامه داشت؟ گفتم 4 یا 5 روز فکر کنم ادامه داشت، ولی وقتی اعتراف کردن که به دروغ که با بهرام آرام قرار دارن، فوری منوچهری اومد و ایشونو برداشت و با اکیپ رفتن محل قرار چند روز کنترل میکردن و بعد از اون بود که من جریانو گفتم رفتم خونه و این منزل به وجود اومد. خب فکر میکنید که عمل رسولی ناشی از ناراحتی بود که در اثر دروغی که ایشون به اصطلاح در اقرارگاه کرده بود اون ناراحتش کرده بود؟ من فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم هم به صرفاً به خاطر اینکه من فردا مثلا وقتی میام اداره رسولی بگه من متهمو شکستم، این اطلاعاتی بود که من اطلاعاتش گرفتم، یا بره بشه ناصری بگه که مثلا فلانی نتونست کاری بکنه من کردم، ولی خب نتونسته بود این کارو بکنه. شما میدونید که رسولی چه کرده بود که ایشون یک طرف بدنش فلج شد؟ کیفیت شکنجه رو میدونی؟ به من نمیگفت اولش، میگفت شوک الکتریکی دادم بهش، ولی بعدا متوجه که آب کولر رو سرش ریخته و اینطور شد. به چه مدت؟ نبودم.
بعد برای شما کسی نگفت؟ نمیگفتن، چون این مسئله بود که اگه مثلا من حالا فهمیدم به این صورت بوده و همون موقع من افشا می‌کردم دیگه. شما همزمان ایشون و همسرشون رو بازجویی می‌کردی؟ ایشون بازجویی کردن. تو هم هیچ وقت بازجویی کردی؟ هر دو رو با هم در یک اتاق؟ فکر نمی‌کنم، چون معمولاً باید تک تک بازجویی می‌شدن. یعنی هیچ خط حرمتی نسبت به این دو نفر نشد در مقابل هم؟ چیزی یادتون میاد توضیح بدید نسبت به این دو نفر؟ از نظر حد حرمت اجازه بدید، من شرمنده‌ام، نمیتونم به زبان بیارم چون واقعا ما خیلی بد کردیم. توضیح بدید. اهانت میشد بهشون، فحش داده میشد در حضور همسرشون؟ نه خیر، تک تک بودن، فکر نکنم با هم بودن، دقیقا یادم نیست، ولی تا اونجایی که من میدونم تک تک بازجویی میشدن. در ارتباط با آقای غیوران چه کسانی بازداشت شدن؟ فکر کنم هیچ کس. چون آقای غیوران جاوید چطور؟ کی؟ منیری جاوید نمیدونم، چون بازجوییشون آقای منوچهری بود، نمیگم چون این کیس با هم بود، ولی در شکنجهشون من نبودم، ولی چون خود منوچهری بازجویی می‌کرد. مثلا یه اخلاق خصوصیات منوچهری براتون بگم که دوست داشت افرادی که محکومیت سنگین میگیرن، همیشه مثلا قتل دارن یا رده‌های بالای سازمان مجاهدین هستن، اگر دستگیر میشد فوراً میومد میقاپید به قول معروف و بازجویی میکرد و دیگه کسی جرئت نمی‌کرد به اون نزدیک بشه. اگه نزدیک میشد فوراً میرفت به ناصری میگفتش که مثلا این اومده تو کار من دخالت میکنه. ولی خب گوشه کنار ما میشنیدیم مثلا کی دستگیر میشه کی دستگیر میشه، ولی یادم نیست که در ارتباط با عبدالرضا منیری جاوید کسی دستگیر شده باشه نشده، یادم نیست. اکبر بنی عامریان در گروه آقای غیورانینا بود؟ بله، من بازجوش بودم. بازجو شما بود؟ بله من بهشون توضیح بدید. ایشون بازجوشون من بودم و در ارتباط با همین گروه فکر کنم بودن، چون در واقع گروه مذهبی بودن و بازجویی شدن، شکنجم شدن که من اینجا در سلول اومدم پهلوم و منو دیدن. واقعا یه عملی کردن که من اصلا خودم خجالت زده شدم. گفتن که من به شخص تو کاری ندارم، اون سیستم بود که تو رو اینجا آورده، من از تو هیچ دلگیری ندارم. که وقتی ایشون رفتن من تو سلول تنها نشستم، زار گریه کردم که اینها انسانن یا ما انسان بودیم. و این چنین رفتاری با من در اینجا داشتن که من واقعا شرمنده هستم از حضورش. ایشون هم شکنجه‌هاش منجر به مرض یا نقص عضو شده بود؟ نمیدونم. شما نگفتن چیزی. نوع شکنجه‌ای که بهشون دادید همون استفاده از کابل بود یا سوزوندن و ناخن و اینها هم بوده؟ سوزوندن سینه یا چیزی از اون قبیل که مال آقای غیوران فکر می‌کنم بوده باشه. در مورد کاب که اصلا همیشگی بود و این عمل شم و آقای منوچهری از خودشون ابداع کرده بودن که ما روی جوانی استفاده می‌کردیم. بسیار ادامه بدید. قضیه آقای غیوران رو باز اگر مطلبی در ارتباط باش دارید توضیح بدید. یک مورد در مورد آقای غیوران می‌خواستم بگم، فقط نمی‌خوام بگم که خودم تبرئه کرده باشم، که من به خاطر اینکه بچه داشتن ایشون و اصلا اصولا من با آقای غیوران و خانومشون در ظاهر خیلی خشن بودم، ولی من یه حالت دیگه داشتم نسبت بهشون و هیچ وقت بهشون نگفتم و الانم نمیخوام برای تبرئه خودم بگم. در سال 55 و 56 که زندانم مورد بازدید صلیب سرخ قرار گرفت، به دستور سلسله مراتب گفتن اینایی که نظر دارین که آزاد بشن گزارش کنین آزاد بشن. من در مورد مهدی غیوران خدا رو شاهد میگیرم، هیچ کس نمیدونه اینو، تو پروندهشون هست، فقط گزارش کردم. من نمیدونم چه حساسیتی منوچهری و ناصری روی ایشون داشتن. من فکر میکنم به خاطر اینکه بهرام آرام با ایشون قرار داشت، لو نداده بودن، روی این مسئله خیلی حساس بودن و مسائلی هم که بعداً در می اومد یواش یواش تیکه تیکه از سازمان مجاهدین مثلا دستگیر میشن، بعداً یه مطالبی در اومد که مربوط به ایشون میشد، نگفته بودن که یه مدتی هم کاویانی یا کاوه تحت بازجوییشون قرار دادن که به من دستور دادن که از این متهم از این لحظه در اختیار کاوه است و تو حق نداری باشون برخورد کنی. یا منوچهری گاه خودش می آورد از زندان قصر منتقل میکرد و صحبتی با ایشون میکرد. وقتی که این صلیب سرخی آمدن من یه گزارش تهیه کردم که
با توجه به این وضعیتشون آزاد بشه بره. وراش نوشتش که ناصری زیرش آیا از این شخص پول گرفته ای یا اینکه نظر خاصی بهش داری که میخوای آزادش کنی، یا متعهد میشه که فعالیت نکنه، یه تعهدنامه بنویس و آزادش کن. ولی خب خودتون میدونید ما در اون شرایط که نمیتونستیم تعهد برای کسی بنویسیم و پولی هم که نگرفته بودیم و نظر خاصی جز این که فقط حس میکردم بچه‌هایشون یکیش پیش برادرشون بود، یکیش پیش خواهرشون بود، حس میکردم یکی از این دو نفر یا زنش یا خودشون باید آزاد بشن، ولی موافقت نکردن و ناصری میگفتش که من تا اونجایی که بتونم این شخص باید آخرین نفری باشه که از زندان آزاد میشه، تا اونجایی که بتونم نمیذارم از زندان آزاد بشه و خیلی حساس بودن رویشون. و این موضوع رو فقط گفتم به خاطر اینکه بدونید ناصری چه میکرد و ما در چه جوی کار میکردیم، چه جهنمی کار میکردیم و چه شرایطی داشتیم. ادامه بدید. در مورد شهید محمود جلیلی شبستری در دلایل کیفرخواست مستند به نامه یکی از همسلولیایشون عنوان شده که مدت‌ها آویزون بوده، زیر ناخن‌ها به میل داغ سوراخ کردند و مقداری از ناخن را کشیده و روی آن الکل می‌ریخت و زیر آن کبریت روشن می‌کرد، در حالی که در جای دیگر عنوان شده از ساعت 6 شب الی صبح آویزان بوده و نهایت فلج شدن دسته آن شهید گردیده. باید توضیح دادم که این شخص در بیدادگاه رژیم محکوم به اعدام شده، بازجو شخص دیگری بوده، ولی من در امر بازجویی و شکنجه ایشون شرکت داشتم و اگر کسی از ساعت 6 شب تا صبح آویزون باشه زنده میمونه دیگه. من فکر نمی کنم آویزون بوده ایشون، ولی نه به این مدت. بچه‌هایی که اینجا هستن میدونن کسی نمیتونه طاقت بیاره. و یه مسئله دیگه ای که گفتن میله زیر ناخن کرده و ناخن قسمتش رو کشیده آتیش زده. این مسئله به این صورت نبوده. این یه روشی بود که منوچهری ابدا کرده و به این ترتیب که سوزن فرفره رو، همین سوزن تحگیر رو زیر ناخن میکرد و با کبریت میسوزون، داغ میشد و زجر میداد و ولی نه منجر به ناخن کشیدن میشد. بعداً خوب میشد این مسئله. من اذعان نمی‌کنم در این مسئله در این مورد استفاده کردم، ولی نه به این صورت که ایشون گفتن که دستش فلج شده و یا اینکه اینقدر ساعت آویزون بوده و یا اینکه ناخنش کشیدن. و من فقط در این هم شرکت داشتم. بعداً هم این پرونده توسط خود بازجوش تکمیل شد. البته چون مدت زمان بازجوییشون طول کشید تا اطلاعاتشون در اختیار بدن، بعد از اینکه اعتراف کردن با پرونده توسط شخص دیگه بازجوش تکمیل شد و به دادگاه رفت و محکوم به اعدام شدن.